میدونی این چیه؟ این چیه؟ جلد اول پرونده‌مون تو دادسرا. جلد اول ها. بلایند دیت بسازیم. چی شد پس؟ حتما میگرفتن اون عضوگر؟ داداش تقصیر من چیه؟ الان اون ورم دارن میسازن، هم دارن نگاه میکنن. خوب شد الان اینجوری. اینا رو ولش کنید. الان چی کار کنیم؟ میخوای دیت دوم همین آدریان رو بسازیم؟ سربازیش هم که دیگه رفته و گل گفتی. بابا ببند دهن تو. حتما دوباره ما رو بگاه بدی. میگم آقا یه چیز دیگه بسازیم. آقا من میگم یه چیز دیگه بسازیم. چی بسازیم؟ مثلا ولاگ بسازیم. آخه ولاگ داداش اونایی که ما رو دنبال میکنن دوست دارن دیت ببینن. ولی فکر نکنم اونا شما رو به خاطر خودتون نگاه میکردن، به خاطر واقعی بودنتون. آفرین، منم همینو میگم. میدونی چیکار کنیم؟ یه دیت کاپلی بسازیم. برای قسمت اولم سحر شاهین رو بیاریم که تو بلایند دیتام شرکت کردن. میدونی که دارن با هم ازدواج میکنن. آخه تو کدوم برنامه رو دیدی اینجوری باشه؟ شهرام، کدوم بلایند دیت دیدی که تهش به ازدواج ختم بشه؟ انم میگیره دیگه از ایده هات، از حرفات، به خدا حتی از صدات. هر چی بسازی میبینه، میگی نه نگاه کن. عشق است. عشق گفتنتون عشق است. عشق یا امروز ما ستا میخوایم بریم لباس بخریم، اما از مغازه دخترونه فروشی. هر کسی فقط یه فرصت داره که چند تا لباس دخترونه انتخاب کنه، ولی یه قانون خیلی مهم داریم. اگر جمع قیمت چیزهایی که برداشتی از 5 میلیون تومان بالا بزنه، باید یه لباس دخترونه بپوشی همونجا جلوی بقیه. پس باید خیلی حواسمون جمع باشه. بازی از همینجا شروع میشه. چه لباسی رو بریم؟ من هم قیمتا رو دارم، همین که دیگه شما می‌واسید. یه سلام میکنم به لیلاهای پیج. چرا به هومنا سلام نکردی؟ چون میخواد برای لیلا بخونم. لیلا کامنت بزنم. لیلا دایرکت. ببینیم چند تا لیلا داریم. حسین گفت لیلا دایرکت. من این که پیج ندارم. پریا برای یه سلامی هم بکنیم به پریا خانم‌ها. حوالورن از همون بلایند دیت مشخص شد. من خجالت نمیکشی اومدی اینجا وایسادی راه موتوری رو جای دقیقاً جای استادم که نوشته ایست و موتوریام نباید چراغ قرمز رد کنم. بیا نگاه کن. الان دوست عزیزمون بیا اینجا وایساد. می‌خواست انو کنه تو دهنت. واسه دقیقاً خط آبه وقت. وایساد بالاخره. نباید واسه. میدونی من با موتور میام چیکار میکنم؟ من اینجا همیشه با موتور میرفتم. خب از این لبه مینداختم میرفتم اینجا. خب این همین رفتی که چراغ رد کنی؟ میرفتم الان کدوم مغازه داری میری؟ پاساژ دیدم. مغازه پپا واسه یکی از دوستامونه، دخترونه فروشیه. خیلی خفنه. چرا انقدر جوش زده صورتت؟ داداش سینگلم میگه. سلام علیکم. سلام. حسن باشی. سلام. خسته عزیزم عزیزم. خب کی شروع کنه؟ خب حسین کنه؟ شهرام شروع کنه. آره شهرام شروع کنه. 5 دقیقه وقت داره. حسین تو برو بیرون. خب بذار شلوار رو برمی‌دارم. مثلا شلوار تا 5 تومن. آخر سر جمع میزنیم قیمتشو. باش. این رنگی برمی‌دارم. چه رنگیه این؟ تو رنگ تشخیص میدی؟ این آبیه خانم. تو قیمتش خب یه شلوار برداشتی. خب بذار میذارم اینجا. آره تو بذار اینجا محصول. یه شلوار برداشتم. الان میگه این چقدر سلیقش کدیه. منتظر باش. نه داداش اینجا جنس زشت نیست میگی این صدیقش. نه با اون شلوار رو اینو برداشتی. چیکار داری میکنی؟ آره. فکر می‌کنی تا حالا چقدر شده؟ 1 تومن. اینو میخوام. بیا ببین این قیمت روش نیست. بیا نه منم نه قیمتشو ببینم دیگه. بیا منم نمیبینم. همینجوری میبریم میذاریم اینجا. همون برعکس بود. خب این 3 تا. من لباسمو خریدم. خب 3 تا قلم جنس شد پس برای شهرام.
خب الان نوبت حسینه. خب همینو برمی‌دارم. همین ست رو برمی‌داری؟ همین ستو برمی‌دارم. خب همین ست یعنی 5 تومن؟ نه بابا خب این ستشو داشته باش. دیگه این ست رو بگیریم. این ست رو دوستش داری؟ حد می‌زنی. خب چقدر این ست؟ این ست الان فکر میکنم که میخوای چیزی بهش اضافه کنی حداقل ببین. زیر 4 باشه نمیپوشم میشه. تا 5 برات خرید بود. ببین 5 رد کنی باختی یا اصلا 5 رد کنی که قبوله. باختی. زیرش چی دوست داری بپوشی عزیزم؟ هرچی نه باشه روش. این هم دوست داری؟ خارش ولی سایز من نیست بکنم. ولی بهت میاد. خب اینا برمی‌داری؟ اینا برمی‌داری؟ اینا برمی‌داری. وای من تن بازنده اینا میکنم. خودم باختم تو رو قرآن اینو درم نکنید. یه دونه اینم برعکسه. آره. اینا برمی‌دارم. اینم برداشتی؟ آره نزدیک 5 تا میشه. یه دونه اینو برداشته. یه دونه این. یه دونه. تازه من این ست برداشتم. حالا دهن تو به من بزن. یه دقیقه واسه. خدایی اینو با اون خدایی خانومای بیننده بگن. آقا کن این دو تا با هم دیگه بپوشن بعد این ست رو بپوشه. 2 تا ست جمع کردم. برید حالش. دمت گرم. خب من بخوام بردارم. من سلیقه‌م هم مثلا چیز کنم نشون بدم بهتون. زیر کجا چیکار می‌کنی؟ صبر کن بهت میگم دیگه انشالله. من یه شلوار من برداشتم. نوبتم اومدم بیرون برای اینکه مشتری توه. فکر کنم مشتری هم داره مسابقه میده تقریبا یه رو داره ولاگ میگیره. خدا وکیلی چقدر از همتون خوش‌تیپ‌ترم. خودتون نظر بدید که خوش‌تیپ‌تره. اینجا صحنه است کن. تموم بیا سری من بابا خرید نکردون؟ پول همراش نبود. میگه پول همراش نبود اون خانومه. اوه وای مگه میشه هم چیزی. خب نوبت منه بچه‌ها من نمیدونم بریم نوبت جابجا من. شده یا نه ولی چیا جابجا شده؟ نه اتیکتو برگشتش بچرخونید اگه قیمتا رو میبینید معلومه. انتخاب کن برو بگو کدوم بالاتره. می‌خوای. برو بالاتره. برگردونیم اتیکت. حالا داداش دیگه مدلش نمیخواد برداری که. بگو کت میخوام بردارم. خب باید ببینم چه ستی میخوام جمع کنم. اگه میخوام ست جمع کنم برای مثلا مهمونی طرف میخواد بره. مهمونی چی میپوشن دخترها؟ بستگی به مهمونیش داره. مثلا یه مهمونی پول پارتی مثلا. کژوال مثلا میخوای بگیریم پس یه شلوار لی براش برمیدارم. درسته برای کژوال یه شلوار لی باید بردارم. چه رنگی ترجیحمه؟ دوست داشتم یه آبی آسمانی قشنگی پاش کنم. آقا رنگ تشخیص میدی تو؟ ها میتونم چیزم دیدی بردارم. بچه‌ها آبی رو من برداشتم. آبی تو اب برداشتی. نداره. خب نه بذار یه چیز دیگه برمیدارم. یه دونه اینو برمیدارم من. بیا من اینو بگیرید بچه‌ها. یه شلوالی. خب من حدس میزنم شلوالی دیگه تو یکی خورده‌ای باشه دیگه. پس باید یه 2-3 تا جنس دیگه بردارم. 2-3 تا جنس دیگه میخوام بردارم. اینا چی ان دامنن؟ آره دیگه ما که دیگه از ست زدیم بیرون. بذار یه اگه دختری یه ذره چاق باشه خب از نظر من نباید این دامنو پاش کنه. من میگم اگه یه دختری که یه ذره چاقه اینو میخواد تنش کنه بعد پایین تنش نگاه کنی مثل فیلم چیز بود این کارتونه بود که مامان توییتی بود. آره حالا شما کجای دنیای مد و فشنی که داری اینجا؟ من بالاشم. چی دیگه بردارم؟ خب ببین یه دونه از این میتونم بردارم احتمالاً. شما ببینید من نمیبینم قیمت اگه روشه. خیلی خب عالی. اینم اگه یک و خورده در نظر بگیریم ما یک و خورده تقریبا 3 تومن رو زدم تو دوشش. خب ببین اینو چون از اولم چشمم گرفته بود که نه خب یه لباسی که اصولا دخترها رو تنشون میکنن 4 خورده یه چیز کوچیکم میکنم تنگش. آخه این زارا هم هست. آره از اونا بردار. داداش هر چیز کوچیکی فکر نکن پارچه کم به کار رفته. آقا مگه میشه این بیشتر از مثلا بله. 2 تومن پولش باشه؟ بله 200 پولشون. این چیه کلاهه؟ این کلاهه فکر کنم. فقط قربون این باید رفت. مسعود اینو باید بپوشی ها. نکن مسعود لباس سفید پرو نداره. خب من اینم برداشتم. از کی شروع کنیم؟ از شهرام که اول شروع از کردم. کی.com. آره. اینا بود دیگه. اما آره. دارم لباسم کثیف نباشه میخوام بخرم. یه شلوار جین داشتی 998 تومن. این کارمونم 1998. وای. این کارمونم 3 میلیون و 98. وای رد کردی منجا. رد کردی. 6 میلیون و 98. خب برای حسین حسین آقا
شلوارک رو برداشتی که 800 الهی دورت بگردم. خب شوزش 1298 2 تومن دقیقا حال کردی؟ دامنش هم 1998 خب من یه دونه 4,190,000 وای تو یه چیز دیگه هم داشتی؟ یه آره پیراهن داشتم. یه دونه از اینا داشتم. آره یه چیز دیگه هم داشت. ناشش. آره راست میگی، یه دونه هم داشت. داشتی؟ آره اوه نه رد نه میکنه. نداشتم. آره داشتش. میگه نه نداشت. تو هم رد کردی. خب باشه من نزدیکتر. آره مثل تو بیختیواریه. نزدیک‌تری. نه اگه میگه رد مثل کنی که من بیختیواریه. اگه رد نکرده باشم من برنده ام. خب باشه آره. یه نفر ولی بین آخر بازنده من. آره. اینو بریم آره بریم. برای شما 399 تومن به یه 899 تومنم این کاره به به. یه 1298 این کاره خب شلوار جین هم 998 مجموعا میشه 3,500,000 مال حرفا نیست. بگیر اینو من بردمشون. خدایا کی از همه بیشتر زده بود سفارش؟ شهرام باخته. شهرام پشموپیلو زدی؟ این بابا نامرد من اینو چجوری آخه این. تمام کنم؟ اینو تنش کنه دیگه. اجازه است؟ سایزشو داری؟ آره سایزش بله. فقط یه لحظه میخواد تنش کنه. اینجا باید براش یه آهنگ بذاریم. سلیقه تو لباسی که دختر دوست داری بپوشه چیه؟ زمان کژوال خدمت. دوست داری؟ مثلا دوست داری این لباس استریت های خفن تنش نه خب کنی؟ ببین هر چیزی واقعا خودشو جایگاه خودشو داره، داره و بله. همه ستا قشنگه. یه حواستون باشه آقایون، خودمونیم داداشا. بابا اگه میخواید کت شلوار تنتون کنید خواهش میکنم ازتون جورابتونم رعایت کنید. وقتی جوراب ولی نیم واقعا- تیغ پات آره، میکنی نه. زشته. یهو پاتو میندازی رو پات، پشمای پات میزنه بیرون. وای زشت الان میشه. لباسی که شهرام داره میپوشه پشمش زشت داره میشه میزنه اونجوری وقتی پشمات میزنه بیرون. مردم میگن نگاه کن زشته، آخه. انقدر نه پشم واقعا نکن. دخترها مثلا نگاه میکنن یا خود آقایون میگن بابا چیه این، معلوم نیست از کجا بلند شده اومده. مثلا کاری دیگه ندارن کت شلوار چقدر گرونه یا چقدر خوشگله. موافقم. ولی یه دونه جوراب اینجوری که پات میکنی نگاه کن مرد میشی. فکر کن مثلا کت شلوار تنم درست. پات وقتی اینجوری میفته رو پات، حالا فکر کن اصلا این بیاد بالاتر، نگاه کن حتی تا اینجا هم باز موردی نداره. ولی طرف که یه جوراب اینجوری پاش میکنه بچه‌ها اینجا که آفتاب اینجوری خورده فکر کن حالا اصلا رنگیه، با کت شلوار اینجوری زشت نیست. خیلی جذابه. شهر اومد بده من. وای 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 باشه. ای جون. شهر خب بیا این برتر، بیا اینجا کسی نمیاد. باش اینو بنداز دور آرمان لباسه رو. خدا رو شکر من نواختم، من اونو تنم میکردم خیلی زشت میشد. آرمان تو دیدی تنش کرده بود؟ نه داداش من تازه همون بودم. من و شهرام اوکی. کورنگی داریم. خب بچه‌ها این دوتا حالا یه آلتو قسمت رنگیه. سعی میکنیم که حسین از همون رنگ بپرسه ما جواب بدیم ببینیم. میریم همین الان هم بپرسیم. یه دونه‌شو بپرس. مثلا به خب. قرآن نمیدونم این چه نه رنگیه. خب این که آخه این پلنگیه دیگه. پلنگیه. این چه رنگیه؟ داداشون کرم. اون کتونه. کرم. نه جنسش نه. چه داداش این سایز رنگش این کتونیه. این کرم. رنگش کتونی نمیشه. شهرام چه رنگیه؟ نه البته کرم تن خودته. نه این خاکیه، تو چه خاکی رنگیه؟ بغلی. من اینو سبز سبز چی؟ سبزه؟ جمعش میبینم. نه سبز میبینم. داداش این سبز خاکیه چیه؟ دیگه. این کجاش سبزه آخه؟ بچه‌ها شما البته خانوما رنگ دقیقه اینو کامنت کنید برام. آرمان اینو تو میگی؟ آرمان هم رنگی داره میکنه. حسین به والله نمیدونم این چه رنگیه، به قرآن نمیدونم. آرمان جون آرمان دمت گرم. عزیزمی دمت گرم. عشق بچه‌ها من. ما آقا مغازه خداش پپاتون عزیزم. لیندوما آقا دختر خداش. بپوشید. داداش دمت گرم. ببخشید دیگه اذیتت چرخ. کردم. خیلی خوبه. دخترا بیاید اینجا خرید کنید. آرمان جون خداحافظی می‌دم. بچه اگه لباس من خوشتون اومد لایک کنید. بچه‌ها دمتون گرم، ممنونم تا آخر. بچه‌ها عالی. مرسی که همیشه حمایت چی عالی؟ دمتون گرم. نمیدونم مرسی. چی من عالی. شهرام عالی. می‌کنید.